در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ینور آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آنگونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سر زنند؟ تا کجا اعتراضها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملیک قادروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما؟ محترم بایر سعیدوف از شما شروع میکنیم. مرحبا. با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوام یک طوفان اجتماعی بود و این طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم. از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آزیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد این از به دست خارجی ها دادن تمام صنایع قزاقستان است. با هندوها دادن ولی قسمت زیادی صنایع قزاقستان به دست بریتانیا است. این سبب حساب می‌دهد. دوم، هرچند ما قزاقستان را در این چندین سالها شما خوب گفتید یک جمهوری بود که پیش ایوان خیلی زیبایی داشت. ما می‌دیدیم که جمهوری خیلی زیباست، خیلی پیشرفت دارد و دیگر و داخل این موضوع را ما داخل کشور چه کارها می‌رود ما این را درک نمی‌کردیم. یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟ به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره. تشکر. عبدالملیک، نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سعیدوف گفتن؟ البته آنچه که آقای بایر گفتند خیلی هم جالب است و واقعا این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدن از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات را الکی بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دوم شروع شد با با بهانه اقتصادی، روز دوم الکی اون این روند شکل سیاسی را گرفت. یعنی که مردم الکی در میدان ها طلبات های سیاسی، طلب اصلاحات سیاسی را میکردن و فکر میکنم که همون حالتی وضع سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت این علاقه به رو آمد و طلباتی که مردم میگذاشتند، شعارهایی که در میدان ها وجود داشت، یعنی که پیرمرد برو، دنیای بی نظر باید، اینها علاقه همه به یک سطح سیاسی گذاشتن این تظاهرات را نشان میدادند. تشکر. محترم بایر سعیدوف، نظر شما چی است؟ شما گفتید که بیشتر ما روی یعنی ظاهر رو دیدیم ولی در باطن و زیر بنا این مسئله چی بود؟ واقعا مسئله هم مسئله اجتماعی و اقتصادی بود و یا سیاسی؟ خیلی خوب گفتن که روز دوم ینور وقتی که مردم به سر خیابان آمدن، آنها بیشتر اول طلب چی را داشتن؟ طلب اقتصادی را داشتن و به طور
فوری رئیس جمهور توقیف قرار قبول کرد، یعنی که قیمت گاز مایع را از 27 سنت با 11 سنت پایین کرد، یعنی که با 60 تنگه پول قزاقستان. و دیگر یک سبب دوام یافتنی چی نبود، تظاهرات ها نبود، ولی در چطوری که ما اینجا مسقط کردیم و یک بارگی این تمام شهرهای قزاقستان رو فرا گرفت. سببش در چیست؟ اکنون ما ببینید در دوام سالهای پاشخوری اتحاد شوروی ما نظربایف را همچون یک شخصی میدانستیم که گویا همه کارهایش خوب و برای ملت قزاق خدمت میکنه و دیگر حرفا. ولی در اصل وقتی که ما با ریشه این چه ها نظر میکنیم با میرسیم که خودی نظربایف اینقدر نقشی عمده نداشت. اولش خودی نظربایف یک ختم کرده PTO بود، یعنی که آموزشگاه بود. اونی که معلومات مهندسی را بعداً گرفت، اینها دیگر اینقدر مهم نیستند. شما همچون کارشناس انتظار داشتید که در قزاقستان، یعنی یکی از کشورهای آسیای مرکزی ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی، همین حادثه رخ میداد، مردم به کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد؟ انتظار داشتید شما؟ خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میده، ولی در اکثریت کشورهای خودکامه، ما قزاقستان را همچون کشور خودکامه می حساب میکنند، چون نظربایف در طول قریب 20 چند سال، قریب نزدیک به 30 سال در اونجا یک حکومتی خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین، یک گروه خردی مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریق بین قشرهای جامعه خیلی زیاد شده بود. خیلی قریب همه سیاستمداران و جایی که من صحبت داشتم همه شاکی بودن، یعنی که کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد. اگر گفتیم گروه اعتراض کننده ها یا که مثلا یک میتینگ یا که گرد همایی را ما میدونستیم که این کارشو نشمکن، ولی تا این درجه که امروز رخ داد، یعنی که یک فاجعه انسانی. آنگونه که دیدیم نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان رسیدند تا با گفته مقامات در رفع خطر به حکومت این کشور کمک کنند. آیا این کار درست بود و چی پیامی برای کشورهای دیگری عضو دارد؟ خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده حالا ارتش روسیه هستند و کار را هم شروع کردن. روز 5 ژانویه دیگر با الماتا رسیدن، الماتا را پاکسازی کردن، دیگر کارها را انجام کردن. اکنون سوال از آن میرد که شما خیلی خوب گفتید اینجا چطوری که امریکا هم سوال کردن، خانم پیساکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو با قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یگان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت‌های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در 2 روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطوری که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است. تشکر. روسیه آقای پوتین را قبول کرد. بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟ فکر میکنم که اینجا مثل اون که آقای بایر گفتن، کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیر بودند که چرا در چنین یک مدت کوتاه روسیه قواهای خودش به قزاقستان وارد کرده توانست. بخصوص اگر بینگریم به آیین‌نامه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است، بعد که اون میگوید که
این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی به امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمی کند ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد این فکر کنم که بازی های سیاسی است. چون اگر با تاریخچه وقت‌های آخر مناسبت‌های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاستمداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبت زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا آنچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، آنچه که در قزاقستان از حروف کریلیک و لاتینی گذاشتند خیلی 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 سیاستمداران روس را عصبانی میکرد و اگر بنگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پریروز مارگاریتا سیمانیان در توییتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای صلحجوی خودمان اونجا وارد کنیم ولی حتما ما باید که شرط های خودمان گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دومی دولتی مثل اون که در قرقیزستان است و بازگشتن به حروف کریلیک این همه نشانه از آن است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قوه های داخلی خودش مشکلی داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش وارد شدن این قوه ها به قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود. این تظاهرات این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم. من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امامعلی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با سالهای روز 6 ژانویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امامعلی رحمان را امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد اقتصادی ما صنایع محلی خود ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگرها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگرها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تاثیر واقع قزاقستان و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقعه قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند. همه آنها در زیر تاثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسمان شوروی حکومت خودش را چه بکند. واقعه ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود، یعنی که تنها روسیه با دستور خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این با یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. که این خیلی خیلی نگران کننده است. بله واقعا. جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایستان تا کدام اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذارد؟ خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تاثیر باید که پیش از همه در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در آن که مشکلاتی که امروز جامعه تاجیکستان دارد همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا کی مردم یگان دست به شورش زنند یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنند تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیزی است که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه های
نسبت به قزاقستان به تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. آنچه تاثیر میرساند این حادثه ها به تاجیکستان این اکثر تاثیر اقتصادی باشد. آنچه که تاجیکستان در از بسیاری از موادهای خود از قزاقستان وارد میکند، به مثل غله، به مثل گاز مایع و به مثل سوزشواری های اتومبیلی، این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالاروی نرخ‌های سوزشواری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر می‌رساند. و غیر از این صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیاید همراه با صحبت سریرایی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم می‌بینیم و بعد با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا. هم коррупция نشود، چیز باشه، نقض باشه میگن خلقشان. نشد وای جنابش نیو خلقش که میگه که تین شوه هم ارزانگری شوه، همه چی نقض باشه، هم دیگر کدار تو دولت و کتی نقض وای شوه، کاربور کنن. یا فقط هم کاربسته میشه با میشه زیاد که میشه خلقش که بعد زده. خیلی همون سبب شما هم در آینه نیلگون دیدیم که بالاروی گاز بده. خیلی و یا همه شو گاز چه میکنن خیلی این گاز چه میکنن و یا یاد سه تاش ماشین داره، مثال گم همه قزاق‌ها ماشین نداره کو. همین شرطه که همین بیزوبیته کنن خلقی بکن بغل هم اونجا نهسته. این یک نفهمیگی را ما میفهمم. باور کنین نه ما جنگ دیدیم، باور کنین نمیخوایم جنگ شود. باید میرفتیم قزاقستان مقصد را که بودیم کار رو خیلی ویزامون محکم بود که روسیه بریم کار میرفتیم بودیم. هم خیلی گپا شنیدیم، راستی گپ ما رو دیگه هیچی همینجا خب خودت دستیم. نه سبب شمونه که سببش با فکرم برای همین قیمتی برای هم خیلی ایده هم خیلی گفتی انداد همجا مرا برای چیکم همجا کار کلیستای راستیش هم گفتی برای همین قیمتی مقصد گاز قیمت شده همه چیز قیمتی کلاگیان چخیل دارم تاجیکستان خودمون هم خیلی خوبی حتی میخوایم که کمبودی بسیار قیمتی ممکن یکم چیز بنزین نیست قیمت گاز قیمت سویت قیمت همه چی قیمت شده. اپای همونجا زندگی داره حاضر. همون خیلی گفت که تلفن ها محکم شدن بعد گپ زدیم گفت که هم خیر. شوریش برداشتن گفت همین قزاق‌ها چون وقت چون گفت حسابی همین نرخ نوا بالاروی نرخ نوا گفت همین خیلی شوریش برداشتن برای همین گفت هم مرا محکم کردن دیگه نمیتونه دیگه گپ زدن نمیشه و یک اومده راه هم محکم. بله محترم قادروف، شما به نظر مردم چی میگویید که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم؟ خب اون چیزی که اونا مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است، مشکلات خودی تاجیکستان هم هست و اونها در حادثه های قزاقستان رو هم چون آینه زندگی خودشون میبینن و اون چیزی که آرزو میکنن که کروپسیا نشود، هرچی تیجی باشد جنگ نشود، این درد دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چنین یک حادثه ها رو دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود. تشکر. جناب سیدوف شما چه نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم. به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مورد قبول نیست
ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم، هر بالای آن میرد که افکت دومینا، یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری‌های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان. اینها نه تنها آن مشکلات اقتصادی که و پولی که عبدالملک گفتند، بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد را دارد. و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان خیلی مشکلات دیگر، ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت، ولی تاثیر قزاقستان زیادتر از اونی که ما تصور میکنیم زیادتر است. تشکر. مطمئنم هستم که آخر همین. بله تشکر. و حالا با آخر برنامه میرسیم و به یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهیم بدونیم که حکومت قزاقستان چه میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد. جناب سیدوف شما چه میگوید؟ ما اینجا یک چیز رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن، ما توکایف را خود در خود قزاقستان نیم پرزیدنت میدانستند، یعنی که پرزیدنتی که به پورگی پرزیدنت نبود. 3 سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظربایف دوام می داشت. این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت تا آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود. حالا دیگر من فکر میکنم که با تکیه زدن آقای توکایف با نیروهای روسیه میتواند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد. نه آیا میشه که از این حادثه جلوگیری میشد، از پیش این مسئله بررسی میشدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمیشد؟ این سوال ما این است. با سوال شما چطوری که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم، ولی اگر شما بگید که میشد، آیا نه نمیشد؟ برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است، وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر، خود آقای توکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونست یک سفارشی بدهد یا با وزارت داخله نمیتونست سفارش. یک این به شکل لختکی بود که با یکان اداره دولتی تاثیر نگذاشت. برای این من فکر میکنم که شعار اولی که آدمان دادن، یعنی که چالکت با ترجمهش از ترکی پیرمرد بیرفت، این تظاهرات کننده ها رو طرفدار توکایف چی کرده بودن. تشکر. محترم قادروف شما چه نظر دارید؟ خواهش میکنم. خب اکثرا اصلا اکای بایر مغزی گپ گفته گذاشتند که با این راه یعنی که حل مشکل دو حاکمیتی هیچ وجود نداشت بغیر از آن که این حادثه که امروز رخ داد. ولی فکر میکنم اگر دوستان ما در قزاقستان به خصوص الیت سیاسیش با واقعیت با یک چشم خیرت نگاه میکرد و در واقع احساس میکردن که همین حادثه حالت دو حاکمیتی میتواند یک روز با یک تظاهرات بیارد یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد. اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش می آمدن که خوب نظربایف مثلا قدرت در پور می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پرزیدنت نو میگرفت. مثل اون که در ریم قدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردند و کارهای همدیگر دخالت نمیکرد. حالا ببینید همین نکته دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سیدو، آیا در کشورهای دیگری آسیای میانه مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود دارد؟ دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای دارد؟
در تاجیکستان این وجود ندارد. یک زمان در دوره‌های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله‌اف تقسیم وظیفه ها نگوییم، تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستند که با این یا آن گروه تاثیر خودشان تاثیر واقعی خودشان رسانده توانند. ولی در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پوره در دست پرزیدنت کشور است و دو حاکمیتی درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه. برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالقزاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.